اکنون برمیگردیم با وزن تو 66 کیلو. در وزن تو 66 کیلو در اینجا یوسف زاده با سید ابراروف مبارزه دارد. یوسف زاده محمد در اینجا دو حالتی داشتن. کار در شیمی وزن از نتیجه نیست است و پهلوانان 66 کیلو. شیدو یک حالتی حسن کومی نه برای یوسف زاده محمد میسر نشد. حالا دو و یک وزری بعضا حالات مجبور میشن که داوران شماره شیده ها را به نظر گیرند. هنوز داوران ما بسیار هم جوان هستند، در گشتن جدا باید آنها بیشتر آموزند. قاعده های نوی ورزش را از خود کنند چون که برای آنها مهم است. دانستن قاعده های گشتن جدا مخصوصا داوری کردن کاری آسان نیست، بسیار کاری پرمسئولیت است. مته اکنون شد باید ایستاد.
شعبوس سعید ابرارов رو حالی میدونن حالا تکرار رو میبینیم